کمال سیاه و رفیقش عدنان جسور رو جستجو کنید. با دقت باشید به خانم ملیس یگان ضرری خورده هم نرسد. ملیس او لایق تو نیست، لایق تو این گل سرخ است. خانم عالم چیکار کرده ایستاده ای؟ جناب مراد باید اول خودمون باور کنیم که زن و شوهر هستیم. جناب مراد اینا کیستن؟ شما با قفا گذارید. کمال سیاه در کجا است؟ باز کمال سیاه؟ نمیدونم، منم کمال سیاه. بیا. تو رو در اونجا زیق نمی کنن دخترم؟ نه مادر جان، من بسیار خوبم اونجا. یک جنگاور نامی رو گذاشته با هجری زندگی میکنی. اوه مادر، چه خیل جنگاور؟ آخر من دیگر نام جنگاور رو شنیدن نمیخواهم. اینها کی باشند؟ کمال سیاه در کجا است؟ شما کی هستید؟ کمال سیاه در کجا است؟ گپ زن. به من گوش کنید، رفتارتون رو خوب کنید که جنگاور داماد من است. وضعیتتون بد می شود. بسیار گپ نزن، به سوالم جواب ده. کمال سیاه در کجا است؟ تو مرا نمیفهمی؟ انا به شما با تو گفتم جنگاور داماد من است، نمیشنوید مگر؟ مادر جان کنی زود با من بگو کمال سیاه در کجا است؟ از مادرم یک طرفی سه. جنگاور با خدا میدونستم که میوی. پسرم جزای اینها را بده، لاتو کوبشون کن. مادر جان، این دو بدبخت شما رو ترساندن. بسیار ترسیدیم پسرم. شما چه خیل مادری مرا ترسانده ها؟ یک توی دیگر برایش زن پسرم. سخت‌تر زن پسرم. یک توی دیگر زن پسرم. این پولیس، این جنگاور است. دامادم میدونستم که ما رو نجات میدهی. چیگه پس چهل داماد؟ مادر جان چهل مادر باز دست میبوسده؟ فقط من و هجری میتوانیم مادر گویم، جنگاور نه. ای سنم، هجری گفته میگردی. مگر ما رو هجری نجات داد؟ جنگاور نجات داد. در کجا است هجری تو؟ دامادم التماس مرو از اون مؤذن خلاص کن. مرو بهترین خوشبختترین خوشدامنی روی دنیا میگردانی. سنم رو دوست مایلش پسرم. مایلش خوشدامن جان. کنی ببینیم. مادر جان این جارو در اینجا از کجا پیدا شد؟ نمیدونم پسرم. آخر من به تو نگفتم مادر دیگر رو برای نگفتم. من به تو انا ایست دخترم، دامادم رو بیعقل میکنی. او دیگر تو رو مادر جان گفتن نمیتواند، تنها من میتوانم. هجری گفتن میتواند ولی جنگاور گفتن نمیتواند. ایست دامادم رو بیعقل کردی. مادر جان مرا محافظت کنی. مایلش پسرم. چه؟ مادر جان گفت؟ درست شنیدم؟ مادر جان گفت؟ چند بار تو رو آگاه کنم من؟ چند بار مادر جان؟ ای دامادم. مادر جان تو بازی کنی اینجا بیا میکشم تو رو. اینها کی باشند؟ با خدا کی بودنشون رو نمیدونم ولی با آدم های خوب مانندی ندارم. این او است. کی است تو؟ اکای آنه که تو را لطوکوف کرده بودی. برادرش رو زده باشم این رو هم میزنم جسور. هر دو این ابله رو تا معیوب شدن لطوکوب کنید. تو یک طرف است. تویست کار این رو من خودم حل میکنم.
استاد یک سوال دارم پرسم ممکن است؟ حاضری وقتی سوال پرسی است هجری؟ استاد با وای فای همسایه با اینترنت در آمدن جایز باشد؟ چرا با وای فای همسایه با اینترنت می‌دروی هجری؟ استاد وای فایش کد ندارد. کد نگذاشته است؟ میشود خیلی باشد همه شهر استفاده کند. آخر همسایه با وای فای همسایه محتاج نیست مگر استاد؟ ها هجری بنویس هجری. وای فای همسایه را استفاده بردن جایز است چون که در دل ما اسراف حرام است. ماشاءالله بهترین جواب دادید. تو در کجا این خیلی جنگیدن رو آموخته؟ چه خیلی خوب جنگیدی؟ کاراته مشق میکردم در وقتش. وا با من هم بیاموز. کمال رو میزنم. البته میاموزم. این دختر چقدر خوب میجنگیده است. هجری میتوانی بخوانی؟ مایلش استاد. مولا مولود را شما نمیخونید؟ نه من نمیخونم. هجری خیلی وقت زیاد شد که شاگردی من است. با او یک سنجش گذرانم. کنی بخوان پسرم بخوان. تمام استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر قادر این دختری تو دامادم رو چنان لط و کوب کرد که اگر میدیدی دلت به او بسیار میسوخت. سنم کار خوب نکرده ای دخترم. آخر آمده شما را نجات داد است و او را لط و کوب کرده ای. ها خوبش کردم. حقش همین بود. داماد بیچاره من. پدر جان من یک چند روز در خانه هجری میمونم. با فکرم همین قدر لباس هایم کافی است. کافی است دخترم کافی است. هجری آمده تو رو میبرد؟ بله پدر. یعنی تو حالا هم هجری بگوی در حالی که داماد من جنگاور است. رئیس ما به خانه بابای قادر رسیدیم. بابای قادر و عائله‌اش را به اینجا بیارید. فهمیدم رئیس. بیاید رفتیم. ای چی گفت است قادر؟ ای سنم چی گفت است؟ سنم چی گفت است؟ اینجا خانه پدرتان است. اکای جمال به تو سلام گفت بابای قادر. حالا جمال؟ چی شد؟ ترسیدی؟ کنی پیش درو؟ سرده رفته؟ پیش درو. چیکار میکنی ها؟ رها کنید. رها کنید. گم نزن. پیش درو. آنها را نرسید. بابادم جبرش رو میکنه. با کجا میبره؟ بسیار گپ نزن. استاد با اجازه شما من میخیزم. مایلش هجری. خداوند صبر جمیل عطا کند. هجری رحمت برادرم مرا از مشکلی برآوردی. هیچ گپ نی استاد. برای خوراک دیوم ایستادن میخواستم اما باید سنم رو بگیرم. نه از این پسش را خودم حل میکنم. شبتان بخیر. رحمت از تو هم. استاد با من احتیاج پیدا کردید زنگ زنید. با آدم خوب مانندی ندارن اینها. خواطر نشو حل میکنم. رحمت مایلش خیر تا باز دید. مایلکه خوش آمده. مایلیا هجری با ما یاری بیده.
ҳала ҷамол гуфтани одам моро дуздидааст ба куҷое мебарад? ҳаётамон зери хатар аст. раис, бобои қодир ва оилаашро гирифта омада истоде. аз оилаам чӣ мекоҳед? маро гирифтед, онҳоро сардед. бисёр гап назан бобои қодир. раис хатое ки нисбати ӯ карда мешавад намебахшад. ту ва оилаатро аз банд мебардорем. ёрӣ диҳед. خاموش ҳозир туро мепаронам. сарде духтарамро, сарде. роҳ кун гуфтам, сарде. сабзор нишин. ҳозир ман туро мепаронам. ҳоло ман ба шумо нишон медиҳам. ҳеҷ гап нест домуло. ташаккури зиёд. заҳмат накашед. ҳеҷ гап нест. марҳамат бишинед. مهدی سوز هستی؟ دخترها از این پس عملیات خطرناک است. شما به خانه برگردید. мурод агар муҳозир бароем ҳамаашро пай мебаранд, камтари дигар шинем баъдан мехезем. نه من با تو میروم. сафсата нагӯ олам. زینب راست میگوید. شین. با دقت باشید. صدیق مگرگر پیش بدرو. خوش آمده. مرتضی استاناک هم همی جای کو؟ مولود تمام شد مراد حالا هم نامد. یا خدایا. خیر از دومولو. بله، برای نماز مولود را خواندن جای آرام میکابم. نماز مولود؟ آنقدر نماز مهم نیست. یکی خواهش پیدا شد. در اون حجره میتوانید خونید دومولو. تشکر. تو ما رو بازی چه فکر کردی کمیسر مراد؟ حالا بازی چه را میبینی؟ حیاتت میسوزد. حجره که میکافتم همینجا بوده است. این مرادمو فلش کرده تیز بگی ببرو که ایخنی کی را مرده. کنی پیش را گرده کنی پیش را گرده. شما کی هستید؟ آخر ما رو به کجا میبرید؟ از ما چی میخواهید؟ سرده مرا چیکار میکنی یا؟ سرده کنی بدرون سرده دروی زودتر شین رفتی مرتضی استاناقتی امونی زبچه است. دو دشمن یک جو شیدن. مراد دیری بد برآمد. این دو دشمن که یک جو محافظ مانده باشه. حرکت نمیکنیم سردارم. حرکت میکنیم طرف قوری پدرت حرکت میکنیم. سوال بیعقلانه میدی. مرا گوش کنید. با دقت باشین. در درون دو دختره با یکی نپرانشون. تو یگون خطر نشید خودتون محافظت کنی یگون تیر نپرانید. فهمیدی میرزا وطن؟ اطاعت سردار. حرکت. آخر فلشکا نیست کو؟ کمیسر مراد، فکر میکنم فلشکا را نیافتی. زیق شدم، ولی شاید عشق زندگیت را پیدا کرده ای. زینب یا عالم، دو دختر در گوشه مرگ هستند. فقط تنها یک تا از اینها زنده میماند. انتخاب از تو است.
زینب بخدا سبا ما ویرونه که میزنم در فکرت پیش در راه. زوبای زینب و عالم در کجایند؟ نمیدونم همکار در کجایند. تو در اینجا چی خیلی که بسیار ایستادی. فکر کردم که کارا خوب نیست. با بچه ها به درون هجوم کردیم ما. غیر امکان است. چی گپه ای بچه؟ هر دو دختر را دزدیدند. از اول همش را میدانستند. تمام همکار آرام شو. آنها را نجات میدی. کدامش را خلاص میکنیم همکار؟ تنها یک تاش را میتوانیم نجات دهیم. چی ها میگویم برادر؟ هر دویشان را نجات میدهیم زبید. اینجا دو سراغ است. و یکیش من میروم و دیگرش تو. 1 ساعت وقت داریم. رفتیم. یک لحظه برادر. کدام دختر را نجات میدهد؟ چی خیلی که کدام دختر را نجات میدهد؟ من زینب را نجات میدهم و تو عالم را نجات میدهی. بخشش. یک چیز نفهمیدم. زینب را من نجات میدهم گفتی تو؟ بله، زینب را من نجات میدهم. نجات نده برادر. من زینب را نجات میدهم. چرا تو نجات میدادی؟ بس کن همکار. تو زینب را نجات دادن نمیتوانی. او دورتر است، در وقتش رسیدن نمیتوانی. رنگی سوپرمن میرسم. بسیار خوب نجات میدم برادر. زینب من عالم ایت فهمیدی؟ چرا من عالم را و تو زینب را نجات میدادی؟ من زینب را نجات میدهم و تو عالم را نجات میدهی. ای مراد گوش کن، تو چقدر دامولا هستی برادرم. از این جلک و سالت شرم نمیکنی. زنی تو رو من نجات بدیم ها؟ رفته زنی تو رو من نجات بدیم ها؟ همین خیر. دیوانه هستی تو؟ آخر من دامولای ساخته هستم. عالم زنی ساخته مخته نگو. رفته زن تو نجات بده. من زینب رو نجات میدم. سرداران وقت کم مونده است. بعداً بحث کنید نمیشود. زینب رو من نجات میدهم. گپ تمام. حاضر میگیریم در همینجا میپرانم. کنی بینم دامولای ساخته تو رو نجات میدهد یا که زنی ساختهش رو؟ البته که مرو. حالا میبینیم. вайроншавии ҳозима, зардаҷӯш, боднокии рӯдаҳо, харобгардии фаъолияти меъдаю рӯда, туршии аз меъёр зиёд ин ҳама метавонад боиси афсурдаҳолии шумо гардад. оксасид илоҷи дурусти рафъи ин аломатҳост. роҳат гузаштани ҳар лаҳзаи ҳаёт аз интихоби оқилонаи мост. оксасид интихоби дуруст барои рафъи ноҷуриҳои меъдаву рӯда. агар барои наҷоти олам равад, ба ӯ рӯзашро нишон медиҳам. бо диққат бошед. аз инҳо ҳар вақте ки хоҳам халос мешавам. вале аввал бояд бинам ки мурод киро наҷот медиҳад. ҷазои ин коратонро ба наздикӣ мебинед. шавҳарам ба инҷо омада ҳаматонро дастгир мекунад. дастгир мекунад? чӣ хел домуло одамҳоро дастгир мекардааст? полис аст магар? мурод, маро наҷот бидеҳ. мурод! беҳуда дод назан хушрча.
شوهرت برای نجات دیگر دختر رفته است. شوهر من مرا نجات میدهد، فهمیدی؟ ما یکدیگر رو دوست میداریم. چرا زینب رو خلوص میکرده است؟ اینش رو من نمیدونم. طبیعت آدم هر خیل است. من میشدم دیگر دختر رو انتخاب میکردم. تو انتخاب کرده انگیر. مراد مرا خلاص میکند. حاضر شوهرم به غضب زیاده به اینجا اومده ایستاده است. اون وقت میبینیم کنی همین خیل گپ زده میتونید. زینب رو من نجات میدم. میفهمی؟ من نجات میدم. تو نه. من نجات میدم. تو نه. من. همکار گوش کن، گپ را زیاد کردی. من زینب را نجات میدهم. اوه شغال، میدونستم که تو زینب را با چشم بد نگاه میکنی، اما مراد نگفته نماند که من اون چشمکاتو کاندم میگیرم برادر. سردارم آرام شوید. زینب من مراد. همکار تو نمیفهمی ها؟ تو زینب رو نجات دادن نمیتوانی. تو بهونه راستی این رو قبول کن. با گفتی تو من زور نیستم. کجایی تو زور است؟ سر بته بس. سر تو یعنی من حاضر رو تو کن بکنم. با خود میاد. باید رو سر ده. کنی مراد زود بیا، مرا انتظاری زیاد کردی. پایم را سر ده. چکار بکنی تو ابله؟ سر ده پایم را. شتمش کن. سردارم. حاضر شوهرم به اینجا اومده شما را لطفکوب میکند. حالا هم هیچ کس ناآمده است زیبایک؟ شاید شوهرت برای نجات دادن دختری دیگر رفته است ها؟ نه آخر نه. سرده مرا رحیم. سرده مرا. شما چیکار کرده ایستاده؟ مگر این کار به شما میزنه؟ دستت شتمش کن. حاضر میکشم تو را. ابلهی نابکار. سرده مرا رحیم. سرده. یا که برای نجات دادن عالم رفته باشد. در جایی که من باشم اون شیطان رو نباید نجات دهد. میسوزانم تو رو. یا که مراد برای نجات زینب رفته است چی؟ نه نرفته است. این مرا سر بته. من با فامال من مادم که من چه خیلی دارم. سردار شما چیکار کرده ایستادید؟ شما اینجا بس کرده ایستادید. وقت به پایان رسید دخترها رو میکشن. کنی زود میرویم. راست میگویی برادر. رفتن در کار. فهمم. حاضر من برای نجات زینب میروم. باز از پس من تعقیب نکنی. اگر تنها زینب رو نجات دهیم عالم میمیرد. با من چی؟ با من چی برادر؟ من رفته زینب رو نجات میدم. باقی موندهش در دست توست. رفتی زبید. اکنون من چیکار میکنم؟ اگر عالم رو نجات دهم زینب مرا میکشد. زینب رو نجات دهم عالم مغز سرم را میخورد. خیر، خوبترش من عالم رو نجات میدهم. الو استاد. هجری وقت ندارم، بعد گپ میزنیم. استاد پالا جمال سانم و اویلش رو دزدیده است. آنها رو در انبار نگه میدارن. دزدیده است؟ بله استاد. من در نزدیکی آن مکانم. پیش از حرکت کردن به شما زنگ زدن خواستم. خودش چی گپ است برادرم؟ هیچ نفهمیدم. امشب همه را دزدیدند. باز کی رو دزدیدن استاد؟ زینب و عالم را هم دزدیدند هجری. من نزد شما میآیم. تو کجا میآیی هجری؟ بهتر است سانم و اویلش رو نجات ده. راست میگوید استاد. آخر تو چرا با من زنگ زده هجری؟ زود دوستاشت رو نجات ده. استاد من رفته سانم و اویلش رو نجات میدهم و بله هجری. قبرغه آدم را شکنی جایز است. چی؟ استاد بسیار عصبیم. غضبی هستم. خطا کردن نمیخواهم. آدم برای دوست داشته‌اش را نجات دادن استخوان آدم را شکنه جایز است. وابسته به استخوان از هجری میتوانی دست و پای آنها را بشکنی، ولی به سرشان نزن. باز دردسر خودت میشوند. تمام استاد، خدا از شما راضی باشد. از همه امان هجری. زود رو آنها را نجات بده. رحمت استاد. به شما هم برای کار خدا نگهبانتان. قبرغه همه شما رو میشکنم. خدایا به من قوت بده.
طاقت کنید خلاص میشویم. فکر کردی که آن موشی زده تو را من فراموش کردم بابای قادر؟ تو چه گفته صدای کدام موش؟ هفته گذشته به تو گفته بودم که تو به تجارت توقفگاه نداری، تو درآمده او را از من گرفتی. هیچ کس تجارتم را از من گرفته نمیتواند. مادر آب گرمتر شده ایستاده است. ای قادر از برای خدا کاری کن. این مردی بعد ما رو مثل مرغ در این آب میجوشاند. شد آخر شد. چیزی که خواهی میدیم فقط عائله‌ام را رها کن. وقتی سودا گذشت، کار از کار گذشت، دیگر مسئله پول نیست. تو نامم را داغدار کردی، از این راه بازگشت نیست. تو و عائلت میمورید. چی میگویی تو؟ همه ثروتم را به تو دادم. رها کن عائله‌ام را، رها کن گفتم. آبی گرم را سرده. بشارف در کجا هستی هجری؟ زود بیا ما رو نجات بده. هجری؟ مؤذن مگر ما رو نجات میداده است؟ اگر کسی هم نجات دهد او جنگاور است. از کجا میآید آخر؟ ای رفته بود مؤذن نامزد شدی، جنگاور قهر کرد، با جورب او رو لطکوب کردی. حاضر چرا آمده ما رو نجات میداده است؟ مادر پروانه کن، من مخفی به هجری اسمس نوشتم، او اومده ما رو نجات میده، تو نترس. ای قادر دخترت حالا هم هجری میگوید. شروع. پدر من مردن نمیخوام. دخترم پدر. ای جنگاور دامادم یاری بده. هجری ای پسرم صدای مرا شنو، اومده مرا نجات ده. پدر یاری دهید. دخترم یاری دهید. خدایا با تو عهد میکنم که اگر حاضر جنگاور اومده ما رو نجات دهد، دخترم رو با اون مؤذن نه به جنگاور میدهم. خدا یا خدایا اگر جنگاور ما رو نجات دهد من هم دخترم رو به جنگاور میدهم. بیهوده تلاش نکنید، هیچ کس شما را نجات نمیدهد. ای خدایا بسیار گرم است. ای به شرف ها. ای جنگاور، ای دامادم. این کی است؟ زود او را دستگیر کنید. ای میدانستم که ما رو نجات میدهی پسرم. زن همه اونها رو خوب زن پسرم، زن اونها رو، زن جانم. ببین که با مادر جانت چکار کردن. زن پسرم، زن پسرم. ای زن پسرم، خوبتر زن. سرشون رو شکن پسرم. مادر جان در سرش زدن جایز نیست. ای پسرم مگر تو کارهای کرده اونها رو ندیدی؟ البته که دیدم. اگر خواهی دستش رو شکنم. شد پسرم دستش رو شکن. اعتماد دستم رو نشکن، هرچی خواهی میدهم. دستم رو نشکن. تو چه خیلی جورت کردی به نزدیکان من ضرر رسانی، آدمی پست. انا میخوام. ای دامادم به خدا اگر تو نمی اومدی آنها ما رو در آب جوشانده میپختند. دامادم حیات ما رو نجات دادی. ما رو نجات دادی. یا خدا جان. مادر جانم. پدر شما چی گفته ایستاده ایدن؟ داماد شما هجری از جنگاور نه به خود بیداخیر؟ بگیر دستم رو بگیر. چخل هجری؟ کدام هجری؟ من دخترم رو به جنگاور میدهم. دامادم سلامت باش. جانی من. پدر با مادرم یگون گپ نمیگوی آخر؟ آخر چی گویم دخترم؟
داماد شیر بچه من. پدر؟ خیر مایلش مادرم او رو در آغوش گیری. تو چرا جنگاور رو در آغوش میگیری؟ ببخشید دخترم، هم مادرت هم من به خدا قول دادیم، عهد کردیم که اگر جنگاور ما رو نجات دهد دخترم او رو به جنگاور میدیم. از این قول بازگشتن ممکن نیست دخترم. پدر من با هجری خانه‌دار میشوم، با جنگاور نه. مورم دیگر تو رو با او نمیدهم. اکنون بسیار دیر شده است. کنی یک سلام ده به شوهر آینده. کنی جانم؟ شوهر آینده؟ حاضر با تو شوهر آیندم رو نشان میدیم. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ چه با تو گویم اینجا بیا. چه با تو گویم من نامزد هجری هستم. روان اینجا. اوه سرم دختر بی وجدانه. ای سنمه دستش بسیار وزنی بوده است. زود این لباس ها رو کشیده و درون در آمدنم لازم، وگرنه سنمی بی وجدان باز مرا سرزنش میکند. کجا گم شدی تو هجری؟ کجا غیب زدی تو هجری؟ با من گوش کن سنم. یک باری دیگر جنگاور رو با جارو بزنی با خدا رفتارم رو با تو دیگر میکنم. این چی کار است؟ آخر او دامادی من است، دامادم است. راست میگویی زنک جان، او ما رو نجات داد آخر. هجریه وای بر تو، اومده ما رو نجات ندادی، اقلا با پلیس خبر میدادی؟ ترسونچک. وای 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 وای، حالا هم هجری میگوید دختری به عقل من. نجات دهنده اتان آمد. سنم طاقت کن. در کجا آدم های پسته؟ مادر جان، پدر جان، شما خوب هستید؟ این بوس از کجا برآمد؟ برای نجات دادن شما اومدم مادر جان. ماشاءالله ماشاءالله پسرم، اما دیر کردی. جنگاور ما رو نجات داد. تو میتوانی به خانه‌ات روی پسرم؟ میگوید به خانم روم. خیر بیا سنم رفته. نه پسرم نه، او با تو نمی رود، چون که ما سنم رو با تو نه با جنگاور خانه دار کردنی هستیم. سنم رو با جنگاور خانه دار میکنید؟ شوخی کرده ایستادید مادر جان، این خیلی میشفت مگر؟ با من مادر جان گفته اینجا نیست آخر. مرا تنها جنگاور میتواند مادر جان گوید. نامزدیت اون برهم خورد پسرم. برهم خورد؟ پدر جان؟ معذرت میخوایم هجری، ما قول دادیم که کسی ما رو نجات دهد دختر ما رو با او میدیم. سنم، مادر جان و پدر جانم چی ها میگویند؟ چرا این خیلی میگویند آنها؟ هجری من با تو SMS روان کردم، اومده ما رو نجات بده. تو چیکار کردی؟ نه اومدی ما رو باز جنگاور نجات داد، باز جنگاور. خوب اما شما رو جنگاور نجات داده باشد من چی گناه دارم که؟ یک لحظه مادر جان اجازت میدی؟ مایلش دخترم. وقتی این گپ ها رو میگویی هیچ شرم نمی کنی مگر؟ نامزدی تو رو اومده دیگر کس نجات میدهد. چه راحت بوده میتوانی؟ من دیگر طاقت نمی کنم. ای سنم چی کار میکنی؟
халос шудем. ба худо аз ҳиҷрӣ халос шудем. дар ҳақиқат ҳамаш тамом шуд. акнун дигар монеъ нест ки бо ҷанговар духтарамро хонадор кунам. меравем қодир. биё санам, рафтем. биё духтарам, биё, рафтем. меравем. мунтазири ӯ ҳастам. охир анихӯ барои наҷот додани он духтар рафт. инро чӣ хел ба ман раво диди мурод? ҳоло ҷавоби инро аз ту мепурсам. тоқат ки зайнаб, ман омадам. наҷотдиҳандаат наомад ку? аниқ пеши вай духтар рафт. хай чӣ кор кунем, тақдират ҳамин будааст. ту ба комиссар маъқул набудаӣ. духтари дигарро дар куҷо нигоҳ медорӣ? домула, роҳатро гум кардӣ. инҷо чӣ мекобӣ? намоз хондани будам, масҷидро мекобам. масҷид? اینجا مسجد نیست آخه. معشوقت نآمد؟ یعنی برای نجات دیگر دختر رفته است؟ نه، шавҳари ман барои наҷот додани зайнаб намеравад. агар ин тавр шавад, мурданам беҳтар аст. парво накун, бе ин ҳам мемурӣ. میدونستم که برای نجاتی من میایی. حالم خوب هستی؟ خوبم مراد، خوبم. میدونستم که من رو انتخاب میکنی. اگر برای نجاتی من نمی اومدی از غم زیاد میمردم. به خدا شد، آرام شو، همش گذشت. اگر برای نجات زینب میرفتی میمردم. میدونستم که من رو انتخاب میکنی مراد. همین قدر خوشحالم که زینب تو هم نجات یافته ای کو؟ زینب
نجات یافتی؟ او رو زبید نجات داد از همین خیلی؟ زبید؟ ها البته که زبید اون نجاتش داده است. شد عالم تمام. خطر پسی سر شد. بسیار ترسیدم مراد، بسیار ترسیدم. تنها موندم، ترسیدم. یا که پدر را کو بیارین؟ بدبخت بوت زینب هم میدزدی ها؟ پیش نگاه کن. دیگه زینب ندار. اگر میمردم چی؟ بی عقل. چرا برای نجاتی من ناومدی؟ زینب جان تو اصلی کارو نمیدونی. زینب جان آی دیونه ای؟ باز لباسی دامولوگی پوشیده ای. شرم کن. آخر من دامولا نیستم، کمیسر هستم. مادامی که کمیسر هستی چرا به نجاتی من ناومدی؟ به نزد این؟ چرا او را رفته نجات دادی؟ او نه به محلمون اومده است ولی ما خیلی وقت است که شناس هستیم. آخر در حیاتم این خیلی رفتاری بد ندیده بودم. میزیبد به تو؟ زینب من تو را هم نجات دادنی بودم ولی زبید خواست که گوش کنی شما چی قد داد وای دارین؟ من یکان گپ شما را از سحر توضیح نفهمیدم که شما چی میگی. همه سوق سلامت یکان کس یکان کار نشیده. خدا را شکر بگی. مراد عالم ببیره نجات داد. من کوشش کردم که زینب جان رو نجات بدهم. خلاص گپ همه سوق سلامت هستیم. خدا را شکر. یکان پرابلم نیست. بله همین خیلی به خدا. ما هم خوشحالیم. همیشه همین خیلی میشویم جناب زبید. راستی عالم ببیره گفتیم من نجات میدم. انتخاب خوب کردیم مراد. و نگفتن همونه که شما با همدیگر بسیار زیبنده هستید برادر. تو چی سفسطه میگویی ها؟ آخرین وظیفه من است. آخر من هم زینب را نجات دادنی خواستم ولی در قسمتم نبوده است. هیچ گپ نه زبید. برای آینده نجات میدهی، من به تو باور دارم. آخر زینب برای نجات دادن تا حسین بولد تیزتر دویدم، لیکن دشمنات فریب کردن من دیگر طرف دویدم. میدونم، یعنی خدا میدونم که تو چقدر قدری مرا میدونی. لازم نیست که همش رو نقل کنی. من یک چی رو نفهمیدم. تو از آن آدم ها چه خیلی خلاص شدی؟ یعنی در بالای سرم 2 نفر منتظر بود. آنها رو خوابشون برد. من گریخته به اینجا آمدم. خوابشون برد؟ بله. خب لیکن تو از کجا فهمیدی که عالم در اینجا است؟ بینی هم گپ زدن، شنیدم. آخر تو چی رو فهمیدن میخوای که در این وقتی شب پرسیده ایستاده ای مرو؟ لعنتی تو خودت کی که زینب مرا پرس پوز داری؟ نبینی کمی زینب جانی مزیخه؟ خیر آدم ها رو دستگیر کرده توانستی زبید؟ نه، با انبار گروه را روان کردم. آنها گریختن. سردار امنیت میخواهد با شما گپ زند. رفتیم. تو رو اینجا منتظر میشوم جانم. تو کی رو جانم گفتی؟ مراد رو گفتم. یگون مشکلی است؟ بله. تو مراد رو جانم گفته نمیتوانی. چرا؟ رشک کردی جانم؟ تو از وقتی که من زنی دومولو شدم این خیل شدی. چرا رشک میکردم؟ مراد تو رو نگاه میکند مگر؟ تو رو میفهمم جانم. یعنی مراد مرا نجات داد، این رو قبول کرده نتوانستی این خیل میکنی. خیلی چی کار کنم؟ مرا انتخاب کرد. تو رو انتخاب نکرد. شد گوش کن زینب. میفهمم که وضعیت رو قبول کرده نمیتوانی ولی مراد از من خوشش میآید. برای همین از تو خواهش میکنم از مراد دور باش. تو چی گفتی؟ از مراد میگویم دور باش، چون که از من خوشش میآید. عالم تو بیمار هستی؟ خیال دیده ایستاده ای؟ مراد از تو خوشش نمیآید. مراد رو از من خوشش میآید. زینب تو خیال دیده ایستاده ای، چون که مراد از من خوشش میآید. از من خوشش میآید. تمام. این خیل باشه چرا مرا نجات داد؟ اگر گویم که از من خوشش میآید یعنی از من خوشش میآید. حالا میبینیم. دخترها رفتیم. ما شما رو به خونه‌تون بریم.
زینب عالم میبینیم آه ساناما این رو چه خیلی با من روا دیدی ها؟ هجری؟ هجری؟ چی گپ است؟ چی شد است با تو؟ هیچ نپرسه که شوکت آخی رو پرسید که چی شده است؟ اما چه پرسیدیم جواب بتی آخی؟ سانم نامزدی من رو برهم داد چی گفتی سای؟ برای چی هست کس کردی سای؟ ای چی های؟ در دست چی خسته خپیدی؟ آن انگشترین یا باید همدیگر هم گرفتن بخت شما اومد نکرد اما چه چلی که سانم می خغاف سوده؟ بیا برادرم اینجا بشین هجری ما انگشترین تا بگی همه را خریده بودیش؟ که ای پاد رنگ شون بوده باید چه خیلی شی؟ آخر پلا جمال گفتنی آدم سانم و اویلش رو دزدید جنگاور باشد آنها رو نجات داد کارها تمام شد این بانامزادیتون چه علاقه داره؟ آخیره که سانم میگوید که چرا دائما جنگاور اومده من رو نجات میدهد و تو نجات نمیدهی وصفی هم داد و وای کرده گفت که نامزدی تمام چلم اگردان داد این قبی معنی بوده با همه کارم نه تنها این میبود به خیر بود پدر و مادری سانم به من خیانت کردن گفتن که از این پس دامادی ما تو نیستی بلکه جنگاور است یکی در تگ همه نقاب جنگاور قدم خربان باشه بعد دختر همه برمیتیش این آدم ها بیعقل شدن بخدا حاضر در تای پودلکس 570 نباشه که دخترش نمیتته میگردی بخدا این چیز همونه بله توبه آخر آنها خواهش هجری رو قبول کردن نداشتن معلوم بوده که این بی‌قوت است ولی عیب است آخر این آدم قهرمان است گفته نامزدی رو برهم داد از این خیل کار میشود مهم به قوتی آدم نیست ایمان باید به قوت باشه سمی جوانی خوب من مسئله رو از ریشش معلوم کردن میخوام بین هم مسئله رو ریشه کن کرده بالای زمین پرفتگن یگان راه حل داشته باشه بگو دارم چیه راه حل این است راه حل نیست راه حل ندارد تو خدا جونامرگت کنه سمی آدمی بیعقل دم تا بگی راه حل میابم یافتم از روسی یافتم یه فکری سوپر دارم چی یافتی تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی می شود؟ جنگاور سوال تکرار مینم تو جنگاور را لطو کوب کنی داماد کی می شود؟ جنگاور می شود ده خواهر یا چاد بمره دم تا بگی من ایره پرسیده استم بیعقل جورا آخر این جنگاور رو چخیل میزند؟ بله که شوکت من جنگاور چخیل میزنم جنگاور من می شوم تو مرا زدن میگیری با فکرم لحظه فهمیدی گوشاتون جو میده در پیش اولاد و اجداد سنم من جنگاور میشم هجری میویه مرا در زمین میغوجه چنان میزنه انا با من میگریزم تو شیف میشی قهرمانی ما هجری سنم باشد از آن هجری میشود خب کار که حل شد دل امور فراموش نمیکنی بسیار خوب ولی من یک چیز رو نفهمیدم چرا نفهمیدی حیوان کو بگو گوش کنم جورا جان همه ای شطر رو تو میخوری همه خیلی ایش بگردن من فکر نکن اوکی همه لباسای جنگاور را یافتن در کره چرا با من نگاه میکنید من ندارم هجری نقشمون اودیای من های بین حوالی میرم بعد تو میای او طرف من وایما میکنی من تهدید میکنی فهمیدی وقتی که اولادای عروس بالای حوالی برآمدن بعد تو جورا با مرا در زمین میافتونی و شپیدن میگیری فهمیدی زدن گیر نه از من نمیزنم تا همین در اعضای بدنم نزن دیگه در لبوجم زدن گیر فهمیدی همش همین قدر هوا یگان جای خینی نداره حالا تمام که شوکتی خیلی باشه دوستان هجری همه گرده چپ من پیرا سکدگه دامجا نزنی با احتیاط کده بیا چاقت کن جورا غالبیت مبارک شود عروس نصیبت کنه اکه شوکت بفرمو اگر همین کار شود بهش میروی قربانت شم مورم برای همین ثواب بگیریم گفته سمی
چشمات کلان کشا نگاه که جنگاور نیاید با. شوکت با لباسایت کشتی باباتا. وظیفه تو چی است؟ شو خیر؟ آخر من شما رو تماشا میکنم، یگان کاری خطای شود خبر میدیم، همه یک جای میگریزیم. تمام. غالبیت همان مبارک شود در امان خدا. هممون یک جای غالب میشویم انشالله. ниҳоят аз он мо аз ин халос шудам. ҷанговар домоди ман аст, ҷанговар домоди ман аст. ё худо, ҷанговар домоди ман шуд. домоди ман аст, домодам, ҷанговар домоди ман шуд. шуд чаман, тамом, бас будагист. ҷанговар домоди ман мешавад, ҷанговар домоди ман мешавад. модар, ман бо ҷанговар панговар хонадор намешавам. беҳуда хушҳолӣ накун. бе ин ҳам бо одаме ки полис аз пасаш аст хонадор шуда мумкин нест. ҳатто ту монеъ шуда наметавонӣ ки ҷанговар домоди ман шавад. домоди ман, ҷанговар домоди ман шуд. ҷанговар домоди ман аст. модар, чанд бор ба ту гуфтам ва боз мегӯям ки ман бо ҷанговар хонадор намешавам. ман бо ҳиҷрӣ хонадор мешавам. бас кун ҳиҷригӯиро. охир ангуштаринашро доди, номзадиро рад карди, кор тамом шуд. ҷанговар, садои чӣ бошад? чаро дӯстдоштаи дигар касро бо чашми бад нигоҳ мекунӣ? ҳиҷрӣ? ин садои муаззин нест? ба фикрам уст. ба худо ки уст. рафтем бинем. кори кардаатро бин. ин магар ба ту мезебад? мо боз туро мардак фикр мекардем. ҷанговар домодам? ҳиҷрӣ? маро гӯш кун ҷанговар. чӣ мегӯй? аз дӯстдоштаи ман дур мешавӣ. он духтар арӯси ман аст. дигар туро дар наздию набинам, вагарна аҳволи ту бад мешавад. инам хеле ҳиҷрӣ гап зад. ай, ин муаззин девонаи тайёр шудааст ку. намефаҳмам, ба худаш боварӣ дорад аз барои худо. ҷанговар, писарам, ба ту дурӯғ мегӯяд. бо санам номзад нестанд. ӯро зан, писарам, зан. сасата нагӯ чаман. чаро ӯро занад? ҳиҷрӣ, писарам, кани ту ба хонаат бирав. аз ӯ шата хӯрданат лозим нест. парво накунед падарҷон. ҳозир ҷазои ҷанговарро дода зуд меоям. шумо чой дам кунед, чойнӯшӣ меоям. гӯш кун ҷанговар, охирон бор мегӯям, дигар туро дар ин ҷо набинам. аз дӯстдоштаам дур мешавӣ, вагарна туро бисёр сахт мезанам. туро дӯст намедорам. дигар дӯстдоштаи ту нестам. ҷони ширин ин қадар ҷанга макун. аз барои ҷанговар шуда дилтанга макун. ман ҳозир ӯро лату кӯб карда дубора дили туро ба даст меорам. ҷанговарро лату кӯб мекардааст. ай, ҷанговар, писарам, ӯ чиҳо мегӯяда? бизан ӯро, зан. ҳаракати шавкатро бубинӣ. ё худоё товба. ки шавкат? ич хеле пирӣ омад. бача моам дар вақтш машқ кардагим. зури бади яка. гуфтум ку ғайри аъзои баданам дар киҷое мефора задан бигӣ. фаҳмидӣ? ҷанговар, ҳиҷриро назан, илтимос. танҳоро каме битарсону халос. духтарам, ту чаро кордор мешавӣ? бигзор каме не, хуб занад ӯро. ҷанговар, зан, писарам, зан ӯро. ҷанговар, ист, ҳиҷриро назан. сахти бад задама ки шавкат. бача уста бизан нофундар кард. ҳамон дигар намезанам. аз ин пас бо ақл шав ҷанговар. ба ту чӣ гуфтам ҷанговар?
از اینجا دور میشوی. دیگر تو رو در نزد دوست داشتم نبینم. فهمیدی؟ کنی اینجا بیا. باورم نمیآید. هیچ جنگاور زاده ایستاده است مگر؟ نه جانم، این غیر امکان است. چه خیل موازین جنگاور رو میزده است. هیچ این خیل شده نمیتواند. عجایب. هجری باز بزن جنگاور رو. بزن، باز هم بزن. چقدر مرا دوست داشتنت رو نشان بده. پروا نکن جانی شیرین، اینش برای تو. آدمی پس. توقت کن پسرم. حاضر میآیم. هجری تو برادری همه که اومدن یه مشت دیگه در اون بزن. فهمیدی؟ مایلش تمام که شوکت. کمی اومدن؟ برای که من دولین پس شد. نه حالا نه اومدن. همه که اومدن قرصق من با قفو در طیف حکم یه تا بزن. تمام. انا این خیلی استو؟ نه در این طرف نزن که دندونم پلمبه دوره نشکنه. ای طرف بزن. تمام. ایستا که رنگ کنو هندی بزن بشکن نرسه. ای بچه هجری سخت دیستای. از دوست داشتم دور میشوی. چند بار با تو گویم. هجری شوکت شو رو از روسی زده ایستاده است. او آدمی پس نباکن ابله. آدمی پس حیوان. آدم نیستی تو. هجری ای بچه استا بزن ما شوکت مخی نکشیمه. خوب است که شوکت. در گردان زدی ای. اومدم دومودم. اکه شوکت. نمورا که شوکت. تو کی رو میزنی ها؟ کی رو؟ دومودی من. ای دومودم خیس. تو رو سخت زد. پسرم. ای خیس. ای پسرم. بیو دومودم. بیو. ای جانی من. ای دومودم. تو حیوانی سختی بازدی. ای دیده ایستاده قدیر چخل دومودم اون رو زد است. وحشی. حلالت باد هجری. رحمت پدر جان تشکر. یعنی در تو قوه ایمان اونقدر بسیار بود است که جنگاور رو میزده. حلالت باد پسرم. آیده چه؟ ای قدیر نمیشنوی مگر؟ دومودم اون رو زده است. دومودم اون رو. به خدا زنک جان باز نرنج جنگاور. چی خیلی شتا کرد یا خدایا. اکنون این خیل شد قدیر. بله همهش در نزد چشمانم شد آخر. جنگاور رو زدی هجری. از این پس مرا تو خودت نجات میدی. نه نمیشود. نه من تنها یک دومود دارم. مرا تنها دومودی خودم نجات میدهد. او دومود جانم. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муносибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.